نشر تصاویر تازه زهرا الهام بعد از جراحی‌های مکرر صورتش. زهرا الهام در کدام کشور زندگی می‌کند؟ آیا با واقعیت زهرا الهام ازدواج کرده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی زهرا الهام و دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب و فشار بدید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام هنرمند جوان کشور، یکی از هنرمندان پرآوازه و محبوب در هنر موسیقی افغانستان و بزرگ شده کشور پاکستان است، ولی اصالتا افغان است و هزاره می باشد. زهرا الهام با اشتراک در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع توانست در مدت خیلی کوتاهی علاقمندان و دوستداران خودش را پیدا کند و مقام اول را در این پروسه رقابتی از آن خواهد کرد. زهرا الهام دوست داشت عاشقانه بخواند و آهنگهایش به زبان پشتو هم بیشمار بوده است. زهرا الهام بعد از تحولات سیاسی در افغانستان به کشور استرالیا پناهنده شد و اکنون در استرالیا با برادر زندگی می کند. شایعاتی که در صفحات مجازی مبنی بر ازدواج زهرا الهام نشر شده بود کاملا دروغ و بی‌بنیاد بوده است. زهرا الهام در کشور استرالیا مدت می شود کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. نی آهنگ جدید و نی هم کنسرتی برگزار کرده است. یگانه دلیل دوری زهرا الهام از هنر موسیقی جراحی‌های مکرر صورتش بوده است. ولی زهرا الهام میخواست با آریانا سعید آهنگ مشترک ثبت کند، ولی نتوانست به این آرزویش برسد. ولی ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله هزار تمنا داریم. آرزوی موفقیت و کامیابی برایش تمنا. عزیزان و دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. ویدیو را با دوستداران و طرفداران زهرا الهام به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدید. تا درود دیگر تمام شما نازنینان و همراهان خوب کانال دنیا اینفو را به الله منان امانت گذاشته بدرود.